شهروندان 80 کشور اجازه دارند از این بعد بدون روادید به قطر سفر کنند. اقدامی که مقامات قطری برای کم کردن تاثیر انزوای اقتصادی به کشور گرفتند. جنجال‌های دیپلماتی قطر با کشورهای دیگر عربی سبب قطع رابطه‌های اقتصادی شد و به اقتصاد قطری ثروتمند بی تاثیر نماند. پیشتر از همان نظام مالی آسیب دید. معاملات بین کشورهای عضو شورای خلیج، بانک‌های سعودی، امارات و قطر قطع شد. وقتی بحران سر زد، نارسایی دلار هم مشاهده شد. مردم برای گرفتن ارز خارجی خود را به بانک‌ها زدند. قطر که حالا راه‌های وارداتش بستند، معیارهای واردات، صادرات و همچنین مهاجرت به کشور را آسان‌تر کرده است تا وضع اقتصادش بدتر نشود. آنها نظام روادید را تغییر دادند که مردم به این کشور بیایند. قانون‌های مهاجرت اصلاح شد و به آنهایی که در قطر تولد شده‌اند حق اقامتی دراز مدت دادند. همه این برای بالا بردن اعتبار اقتصادی و اجتماعی قطر است، چون خارجیان در اقتصاد و جامعه این کشور نقش بزرگی دارند. تاجیکستان در فهرست 80 کشور نیست که شهروندانش می توانند بدون روادید به قطر سفر کنند. ماجرا بین کشورهای عربی روز 5 ایلول نظام برخاست که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از افراطگرایان و تروریستان رابطه با این کشور خرد را قطع کردند. قطر این اتهامات را بی اساس نامیده و گفته است که به فشارهای کشورهای عربی تن نمی دهد.